فردین هستم، البته امینشون. ما اینجاییم که هیچ کس تو این فضای ریدبال دروغ نبنده به شکمتون. ما اینجاییم تا دهنشون رو بساییم. شاخ مجازی اینجا شاخشو خورد میکنیم تو آستینش. ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید تا این بریز به پارشای مجازی رو از دست ندید. بریم که داشته باشیم. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه در خصوص رل زدن‌ها و رابطه‌های دوستی و داراز و نیاز و نمیدونم نماز جماعت‌ها و رکوع و سجده ها و چیزهای مختلف افراد معروف و مشهور و سلبریتی ها با شما صحبت می‌کنم. چقدر هم طرفدار پیدا کردیم این برنامه و دوستان خیلی به من پیام میدن که آقا این قسمت‌ها رو حتما ادامه بده. تو قسمت قبلی هم خیلی از دوستان برای من کامنت گذاشته بودن، اسم سری از افراد آورده بودن که ما سعی می‌کنیم که به نوبت به این افراد بپردازیم و راجع بهشون صحبت بکنیم. جمله پرتکرار و همیشگی من، اگر کانال پشت پرده رو سابسکرایب نکردید، دکمه قرمز رنگ هست بزنید روی سابسکرایب که بتونید ویدیوهای قبلی و قسمت قبلی رو ببینید، چون این سری اسامی که شما میگید توی قسمت قبلی راجع بهشون صحبت کردیم. لطفاً اگر این ویدیو رو می‌بینید برید قسمت قبلی رو ببینید. یه سری از افراد رو ما راجع بهشون صحبت کردیم به اسم رل زدن ها و دوستی‌های سلبریتی ها. میتونید قسمت قبلی رو ببینید. و نکته بعدی هم این که حتما لایک کنید، اگه خوشتون نیامد دیسلایک کنید، به اشتراک بذارید که ما بدونیم داستان از چه هستش. و موضوع بعدی هم که ما با هیچ کدوم از این افراد دشمنی نداریم، همه افراد رو ما بهشون یکسان نگاه میکنیم. فقط من وظیفه‌مو انجام میدم که افشاگری هستش. یه عده فکر نکنن که من این افراد دشمنم هستن یا من با اینها دیل کردم که راجعشون صحبت کنم. ما وظیفه‌مون رو داریم انجام میدیم و من راجع به این افراد صحبت میکنم. بریم یه وله ببینیم. بیایم من قسمت جدید رو که ریل زدن و دوستی و اینا هستش رو براتون شروع میکنم. بچه‌ها با یک قسمت دیگه اومدیم. تویی که بی‌خاصیتی، تا دسته بی‌هنری، تویی که فقط کبوده ریدر تو استوری کنی، تویی که دزدی میکنی از این رو اون ککت هم نمیگزه، تویی که بوی چست کف اینستاست تو دماغمون بیرون نمیره. این نویدو بهت میدم که میخوام تا دسته بسایمت. شما هم که کنجکاوین که بدونی چطوری میخوام این سایش رو به ثمر برسونم، ما رو سابسکرایب کنید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. Please subscribe us. بله، امیدوارم که کانال پشت پرده رو سابسکرایب کرده باشید. تلگرام موسن بزنید روی این دکمه میاد. امروز قرعه افتاد برای نفر اول آقای بهرام رادان که من بهرام رادان رو بعد پروندهش رو بذارم کنار پرونده جواد کاظمیان. بله، چرا؟ الان عرض میکنم خدمتتون، یکم گوش بدید متوجه بشید. بهرام رادان من شنیدم اگر بخواد بره دعا و راز و نیاز با کراشاش، خصوصا کراشای خانومش انجام بده، یعنی بره خونهشون دعا کنه باشون یا بره خونهشون راز و نیاز بکنه، 300 میلیون تومان پول میگیره. توجه کردید؟ یعنی برای یک دعا و راز و نیاز به درگاه خدا و سجده و تا صبح به کوب اشک ریختن و در یک فضای روحانی بردن 300 میلیون تومان پول میگیره. میتونید دایرکت بدید به مدیر برنامه‌اش و فیض ببرید برای رسیدن به این قضیه. خواهشاً تبلیغ هم الان برات کردیم و اینا پرداخت بکنید. یه نامزد داشت که چند سال باهاش بود به اسم ندا کلاهی، از این مدلایی که چند سال پیش وقتی خیلی از این مدل‌ها مثل نیلوفر بهبودی و چند تا از این آدم‌ها الناز گلرخ و اینا رو گرفتن، ندا کلاهی هم گرفتن به خاطر اینکه کار مدل میکرد، حتی با هم دیگه بودن. ولی بهرام رادان اومد و بهش خیانت کرد به ندا کلاهی و بعد از اون هم ندا کلاهی رفت با یکی دیگه و بهرام رادان هم ازش جدا شد که خیلی از این بازیگرا متاسفانه سرعت سویچشون از سرعت نور هم بیشتر است. یعنی یه جوری سویچ میکنن کات میکنن رو بقیه پشماتون میریزه. مثلا قفل هستش در جم تیوی و سایر شبکه‌ها، حتی تو شبکه‌های کارتی هم این قضیه قفله، باز نشده هنوز. این رلو که کات میکنن میرن با بقیه. که الان هم در حال حاضر با یه خانومی به اسم مینا دوست هستش. این مینا بچه شهرانه، در جریان باشید که این مینایی که در حال حاضر دوست دختر فعلی بهرام رادان هستش،
اون اوایل دوستیش، یعنی به محض اینکه برنامه رادان با این مینا دوست شد، اون موقع همزمان با جواد کاظمیان هم دوست بود. بخاطر همین گفتم کنار هم دیگه بذارید، یعنی دوست دختر فعلیش موقعی که با جواد کاظمیان دوست بود با این برنامه رادان هم دوست بود. بعد نگاه کردید این برنامه رادان خوشگل‌تره، نمیدونم بال‌تره، جذاب‌تره، رخ کارش بیشتره، از جواد کاظمیان سویچ کرد روی بهرام رادان. البته جواد کاظمیان هم آنچنان پرونده خوبی نداره و کافیه اکانت دختر داشته باشید، برید 3-4 تا از عکساش رو لایک بکنید، 4 تا کامنت بذارید و برید دایرکتش بنویسید های اسمتون هم دختر باشه. شما رو به تمام مراسم‌های مذهبی و مراسم‌های عارفانه و عاشقانه دعوت خواهد کرد برای کوبیدن دعا و راز و نیاز که خواستم در جریان باشید. و یه مدت هم با یه خانم اسم پروشات خیلی هم معروفه تو فضای مجازی رفته بود دبی و جالبه که ببین اصلا چه شیر تو شیری بوده. یه مدت هم با نگار شیرازی دوست بوده. نگار شیرازی الان در حال حاضر با داریوش شجاعیان دوسته، نگاری که سحر قریشی رو با مهدی طارمی آشنا کرد. یعنی ببینید ریل تو ریلی شد، از برنامه رادان اومدیم به کجا رسیدیم. و جالبه که شبی که علی انصاریان فوت کرد خدا بیامرزتش، جواد کاظمیان با همین نگاره پارتی گرفته بود که نگار جواد کاظمیان رو نشون به اسم دیجی جواد صدا میکرد تو لایواش، گفت دیجی جواد اون آهنگو بزن حال کنیم، منظورش جواد کاظمیان. الان هم من شنیدم که با یه خانمی به اسم سپیده زده. خواستم دختر عزیز بگم که ایشون ریل داره، یعنی سرتون رو کلا نذاره بگه ما یه عرقم ریل داره با سپیده، که موقعی هم که کرونا گرفت با سپیده همزمان کرونا گرفت. یعنی ایشون از سپیده کرونا گرفت و کرونا از سپیده، یا جواد از سپیده، یا کرونا به این دوتا یا چیزی تو هم مایه ها. و جالبه که یه مدت هم یه دونه نامزد داشت به اسم تینا که این تینا خودش 7 خط عالم بوده. یعنی اونقدر جواد کاظمیان از این پسر سویچ کرد رو اون پسر، از اون پسر سویچ کرد رو این پسر، تینا هم گفت برو سیکشی گفت برو. و جالبه که چون میدونست این جواد آدم آنچنان استیبلی نیست، اومد و 1 ماه آخر با یه پسری آشنا شد و بعد با این کات کرد. 20 روز بعدش رفت با یه پسر دیگه عقد کرد. یعنی بهتون میگم سرعت ریل زدن ها قفله در کانال کارتی اینجا نمونهش میاد بیرون. از حرص جواد کاظمیان رفت با یکی دیگه ریل زد. اینم از جواد کاظمیان. اینجا یوسف تیموری نوشته بودم که من توی قسمت قبلی راجبش صحبت کرده بودم. اوه اینا برگه ها جانمونه، من اینا باید قشنگ راجبشون صحبت بکنم. اما نفر بعد این ارسلان قاسمیه که جالبه که اصلا ایشون با دختر بهار رهنما توی یه دونه مهد کودک بودن که بعدش یه روز بهار رهنما میره مهد کودک دخترش رو سوار بکنه، ارسلان قاسمی رو میبینه میبرتش تو فیلم یوسف پیامبر بازی بکنه. یعنی اومدنش تو سینما ایران اینطوری بوده که سالهای سال با تلان پروانه بود، یعنی از 12-13 سالگی با تلان پروانه بود عاشقش بود، ولی خب چون سرعت سویچ و ریل زدنش بالا بود با تلان پروانه کات کرد. مامانش هم ازدواج دومش 2 تا خواهر داره که از ازدواج اول مامانش 6-7 ماه پیش هم توی یه دونه مهمونی تو فرشته تو پارتی مست گرفتنش. الان هم با یه دختری من شنیدم به اسم آیدا، البته یه اسمای دیگه هم این وسط اومده جلو که اونا میگن الان با اون الان بین علما اختلاف افتاده که ایشون با کی در تماسه و با کی دوست و رله، ولی خب دمش هم گرم. میرسیم به نسرین مقانلو که گفتم دیگه با کامران تفتی همخونه بود و ماشاءالله ایشون هم رل مل کم نداشت. یه مدت با حسین فرح بخش بود، تهیه کننده‌ای که به هیچ دختری نه نگفته، یعنی کافیه شما با یک اکانت دختر برید دایرکت حسین فرح بخش بهش بگید میخوام بازیگرشم، میگه تشریف بیارید دفتر من 6 بعد از ظهر به بعد شما رو دعوت میکنه به دفتر برای گرفتن تست ها و یه 4 تا آیات و روایات و دعا و مناجات هم میذاره جلوتون بخونید.
و اگر دید شما میتونید بخونید شما رو هدایت میکنه به داخل اتاق برای نماز دست جمعی یا دعا و راز و نیاز که بکوب حسابی شما رو به سمت درگاه الهی هدایت بکنه. حسین فرابخش تکلیفش مشخص. اما نصیر مقانلو یه مدت هم با یه پسری بود که 8 سال از خودش کوچیک‌تر بود به اسم علی تنها که همه جا میگفت علیم، توی گوشش هم اینجوری سیو کرده بود، با اون دوست بود. یه مدت هم جالبه که توی فستیوال‌های مختلف یعنی کات کرد با اون، رفت با اون پسر توپولو موپولو هست توی گروه 7 با اون دوست شد. فکر کنم آرش اگر اشتباه نکنم، دو تا داداش بودن، یکی از داداشش یکم توپولو موپولو بود، با اون دوست بود که باهاش میرفت جای مختلف. جدیداً شنیدم با مهدی فخیم‌زاده است، حالا شنیده ها آکی از اینه و ما شنیدیم اینا. اما میرسیم به نیما نکیسا که یه سری دروغ و چرت و پرت هم موقعی که علی انصاریان توی بیمارستان بستری بود گفت و اومده بود توی رسانه ها مصاحبه کرده بود نیما نکیسا، گفت من رفتم بالا. خیلی از افرادی هم که این ویدیو رو میدن باورم کردن، در صورتی که نیما نکیسا از تو بخش بالاتر نرفته بود، اصلا تو بخش کرونایی‌ها نرفته بود. برای علی انصاریان دکترای تربیت بدنی داره، اما چون اونجا میگفتن دکتر ما فکر می‌کردیم که دکترای مثلا تخصص ریه و قلب و شش و چیزهای مختلف داره. یه خونه داره تو سعادت آباد و نشون به اون نشون که وسط اتاق خوابش یه دونه جکوار اسباب بازی داره که باهاش میگه دخترها بهشون میگه بیاد اونجا. خونه پدر مادرش توی اکباتانه ولی متاسفانه موزش راست نمیشه، متاسفانه. یعنی نمیتونه خوب افراد رو به سمت راز و نیاز و دعا و الله و این چیزا هدایت بکنه. و اینم از معضلات نیما نکیسا خواستم به دوستان بگم در جریان باشن. بسیار آدم میبینن شنیدم لافزنیه، مثلا میگفته مهتاب کرامتی اومده بوده به من ماشین داده بوده با نفیس روشن بودم و یعنی متخصص ول لاف زدنه. قربت برام ما خودمون بچه جنوبیم، به آواز آبادان اینا برای ما چسیا نه یا خودمون میبافیم، البته نمیبافیم میشکافیم اینطوری میری برای خودت دیگه. حالا چون فکرم به حال موزت بکن، موزه رشد بکنه. میخوام بدم دستی از این کشاورزا و مشاورزا قشنگ تقویت کود بریزم به پات. حالش میرسیم به خانم آزاده صمدی. جالبه که من شینم خونش توی زیرزمینه، تو زیرزمین زندگی میکنه، اونجوری که نشون میده آدم لاکچری نیست، ولی خب دیگه یه دونه دوست پسر داره که از خودش خیلی کوچیک‌تره، خیلی ساله با آزاده است، به اسم سعید. و جالبه که اون افرادی که میبینن آزاده صمدی رنزی میگن بسیار آدم بددهن، فوش رکیک میده، حرفای کشدار میزنه، اصلا یه لاتیه برای خودش که البته ایشون با الناس شاکردوست تنه به تنه هم میزنه، چون الناس شاکردوست اون عادت لاتی داره و فلان. نه ببین اینجوری اتو کشیده میشینن جلوی 220 بسیار آدمای بددهن. دست بزنم من شنیدم داره، اینا که کتک میزنه و اینا، یعنی هشتگ پشمام. خواستم بگم در جریان باشید. امیر محمد زندم که اتفاقا تو کلاباس اون فالو دارم بهشون، اینا یه خونه داره توی تجریش. یعنی از اون دختر هست نه که برید تو خونش بعد از تو کمد و توی یخچال و زیر تخت و جا سیگار اینا دختر بکشید بیرون. یعنی یه وضعی از این دختروازه تیر ماشاءالله آباد کرده کل محله تجریش و اطراف رو. اینم از ایشون. و راجب مسیح هم که میدونید که قبلا یه دوست دختر داشت به اسم شقایق که فوت کرد که یه شب مهمونی میگیرن توی باغ. اون شبی که مهمونی میگیرن توی باغ مسیح با شقایق دعواش میشه، شقایق سوار ماشین میشه، با سرعت میره از تو پنجره بغل پرت میشه پایین پل، یعنی کنترل ماشینش از دست میده و همون شبی که دعواشون میشه فوت میکنه. این هم ماجرای مسیح بود. حالا بعداً راجع به رلای دیگهش با ملیکا زمانی و کسای دیگه هم صحبت میکنیم. نیوشا زیغمی هم باحاله که یه دونه نامزد داشت که باهاش میره توی مغازه لوسته فروشی، بعد توی اون مغازه لوسته فروشیه با اون فروشنده لوسته فروشی صحبت میکنه،
شماره‌شو میگیری که مثلا یه دونه لوستر جدید بگیره، همون لوستر فروش مخشو میزنه، با از نامزدش جدا میشه، میره با همین لوستر فروش ازدواج میکنه. یعنی این حرکت هنوز نویسنده های سریال های ترکی به ذهنشون نرسیده که رفته بود آینه شمدون بخره، رفته بود آینه شمدون بخره که اونو ول میکنه و میره با همین مغازه داره دوست میشه که میگه خیلی پولدار لکچریه. جالبه که پولاد کیمیایی با باباش مسعود با هم دیگه گروپ راز و نیاز رو دعا میکنن، یعنی با هم دیگه به قول آلمانی ها سوزامن افراد رو به درگاه الهی و جای مختلف هدایت میکنن و یه فیتیش هم داره موقعی که میخواد کار اداری انجام بده جیش میکنه رو طرف. من شنیدم این هم فیتیش پشمریزونیه، مثلا مهراد جمع که فیتیش داره موقعی که میخواد کار اداری انجام بده فیلم میگیره از خودش، یعنی فیلم کارهای اداری راز و نیاز رو میگیره، ایشون هم فیتیشش اینه، یعنی پشمام ریخته از اینو فیتیشو. راجع خیلی از افراد دیگه تو قسمت بعدی میگم. هر روز قراره که برنامه رو ادامه بدیم، یعنی اگه کانال رو سابسکرایب بکنید میتونید ببینید تو قسمت بعدی میگیم دیگه. اگه کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو بزنید میتونید نفر اول ببینید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه